کسی هم پیدام کرده نتونه. درم داده میتونیم. امیره یک کتابچه را در میتیم گفته خدا نخواسته یک چیز دیگه در میتیم از خاطر. سلام، احترامات تقدیم. باز هم امروز در یکی از دکان ها میریم انشالله. کسایی که مستحق و بی بضاعت از آن دکان قرضدار باشن انشالله قرضشان میپردازیم. بریم کیها هست و چی گپ داره. لوحه که نداره دکان تا لوحه نداره. یک کامرای رو که اجازه است ما هم یک سپرایز داریم حتی صحبت میکنیم. کدام مشکل که نیست در کامرا؟ البته در دکانی آمدیم که همه چیز دارن. انشالله در یک کوچی هست که در این کوچه مستحق ها و بی بضاعت ها کسایی که احتیاج دارن خبرش گرفتیم زندگی میکردن. ما هم تا توانش داریم انشالله میبینیم کتابچه رو و با صاحب دکان هم معرفی میشیم. درست عزیز، نامتون چی بود؟ محمد نوید جان. ما قدر کوچه رو آدرس پرسان نمیکنیم چون که حتما تعدادی باشن که مستحق قرضدار و نام از اونا هم پرسان نمیکنیم. ما یک دو تا را ما بخونیم یا همین کتابچه قرضتان است نه؟ بله. کتابچه قرضتان است. این طرف کی است؟ این خالد میم خیلی چوکیدار کوچه ماست. چوکیدار کوچه. چی امیره یک دو تایجا بخونید شما مثلا؟ از ذره که بیسکیت میوه‌ای دو دانه است. دیگه پاندون تخم است، روغن است. صحیح. نام قدر نمیخوانیم نامش ببینیم ما هم یعنی هم تا نام نخواهیم امیره بخونیم. خوش از ذره که روغن، شکر 250 روپیه است. از ذره که چای خشک است، صابری چی پاشی. چی کار است این نفر؟ این یک بچه است مثلا 27 ساله است. چی کار میکنه؟ استاکار. یعنی مردکار است. یک روز کار است، دو روز کار نیست. خاطر مستحق است، به خاطر از او. چی است؟ اینم نامش نخوانیم. ما دوستای عزیز نامش به خاطر از این نمیخوانیم که و ما یک چیز محرم هستی. ما هم بیادر خودم نمیشناسیم. البته این امیرم یک بخونیم. اینم از ذره شکر روب 170 از ذره کچالو پیاز مایه زرشویی 130. اینا رو همراهتون یک کار میکنیم. صحیح است. همگیش در روزگار که به کار بوده همون چیزا را گرفته بودن. این بار ما یک رنگ دیگه را میگیریم. قبلا هم این برنامه را کرده بودیم. این کتابچه رو شما حساب کنید. اما این کتابچه تون ما اینجا از شما میگیریم یا در میتیم یا پاره میکنیم. صحیح است. در شما ما فرصت میتیم. شما یک جمع کنید که چقدر میشه. صحیح است. یک جمع کنن بعدا انشالله میپردازیم که چقدر خواهد شد. این هم یکی از کمک های ما شود و خیر ما هم در درگاه خداوند قبول شود. بیادر میمی 5 روپیه یا 4 روپیه؟ نه 4 روپیه بوده. خیر مشکل این کتاب چرا نمونه شد؟ صحیح. نوید گفتین نه؟ نوید جان ما او را میپردازیم. بیاشون 8630 روپیه. این مجموعاً یک امی کتابچه شد نه؟ این کتابچه از شما خلاص شد. این را ما از شما خریدیم. اما ما هم پیش خود نمیدیم. صحیح است؟ اجازه پورا کنید. باز یکان تا مانده یا نگوین با ما. نه. خب البته ما این کتابچه را خریدیم برای با 8630 روپیه. تنها هم نیستیم یا تنها دکانداری باشه یا ما باشیم و این طرف هم همسایه های دکاندارای ما یا این طرف جوان ها هستن. اینا هم همراه ما بودن. ما هم پاره میکنیم. هیچ کسی هم پیدام کرده درم داده میتونیم. امیره یک کتابچه را در میتیم گفته خدا نخواسته یک چیز دیگه در اینی هم کتابچه قرض است. این برنامه ما دوام داره انشالله. این را پس ما میبریم. صحیح است؟ با شما هم موافقت میکنم اما پولتان هم ما
چند شد؟ 86 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت این شما اضافی شده نمیدید 8500 ما براتون دادیم. کسایی را قرض پرداخت کردیم که کارگر بودن، مرد کار بودن، استاکار بودن و دیگه بی بضاعت بودن. خداوند قبول کنه. ما این هم گرفتیم و کسایی که آمد فقط سلام ما را بگوییم میشه. صحیح است؟ این هم میگیم ما و شما موفقیت میخواهیم. خداوند کامیاب کنه. چی شدیم ما؟ ما چند تیم براتون دیگه 100 اینم بگید. فقط شما با ما چی میکنید؟ سر مینو از بین میره نامتونم در بالا مشتق کنیم. $8,000 برامون پرداخت کردیم. تشکر از بنیاد خیریه که شما مردم کسایی که شما پولش پرداخت کردید مدت 2 ماه 3 ماه شد که پولش قرضشون پرداخت نکرده بود. وسایل خانه خریده بودین و مثلا وسایل چیزا کرده بودن که در زندگی روزمرهشون مورد استفاده بود. تشکر. خانه آباد زنده باشین. از همکاریتان قدمی بی بی وزارتا سلامت. بازم تشکر. خانه آباد خیر.